موافق نیست. قادر جان پسرم، قادر پسرم خوب هستی؟ پسرم خوب هستی؟ پسر جانکم فاضل فن رو کشا. پسرم خوب هستی؟ پسرم خوبی؟ قادر پسر جانکم پسرم خوب هستی؟ پسرم قادر رو انتخاب کردی؟ قادر رو انتخاب کردی مگر نه؟ پسری من در کجاست؟ از بحری پسرم گذشت. با خاطر قادر از پسرم دست کشید. پسری من مرده. سوزن سفسطه نگو. نخواد انتخاب کنم. قادر چی شد؟ نخ کن پسرم چی شد؟ مرد در کجاست؟ گپ زن. حوض رو کشوید آبش خالی شود. بچه ها را بیرون برارید. بعد از آن ما را از حوض برآوردند. حلال خیر، انتخاب پدرتان را مراق نمی کنید؟ پدرم از بین ما هیچگاه یکی رو انتخاب نمی کند. افسوس می خورم. میدانم که انتخاب کردن مشکل است، اما حقیقت همین است. پدرت قادر را از تو بسیارتر دوست می داشته است. من این کارو نکردم. مگر پدر بین فرزندانش یکی را انتخاب بکند؟ این طور باشد مرد در کجاست؟ سوزن از برای خدا کمی آرام شو. بعدن چی شد پسرم بگو. بعد از اون مرد دروغ میگوید. پدرم انتخابی نمی کند که یکی از ما رو به مرگ برد. به سخنهای این بیشرف باور نکن. قادر، دوست داشته ای پدرت تو بوده ای و تو چرا با من نیرنگ میکنی؟ مرد به من نگاه کن. به من نگاه کن مرد. پدرم این کارو نمی کند. به این بیشرف باور نکن. در نزد پدرم من و تو برابریم. فهمیدی؟ نمی کنند. پدرم از بین ما یکی رو انتخاب نمی کند. نمی کند. به اینها یگان لباس خشک دیه. مرد را گرفته بیارید. برو بکشم تو را. بکشم. قادر تردید منو. من آخرین بار او را در آنجا دیدم. بعدا او را بردند. کوشش کردم ضدیت نشان دادم اما نتوانستم. بله همه‌تان کارتان را کردید. براو. ولی پسری من مرد. مرد در کجاست؟ سوزن آرام شو. آرام نمیشوم. از اول تو را گوش کردم. از برای خدا خاموش شو. خاموش هم نمیشوم، آرام هم نمیشوم. تا حاضر فقط تو را گوش کردم. انتظار شو گفتی انتظار شدم. با پلیس درم گفتی نرفتم. مرد رو صحت و سلامت با تو میارم گفتی. پسری من در کجاست؟ سوزن بس سوزن التماس آروم شو. گوش کن. حاضر جنگ و جنجال رو یک طرف مانیم. همه در یک جایی مرد رو پیدا میکنیم. من هم مادر هستم. تو رو خوبتر از من هیچ کس نمیفهمد.
تو مرا فهمیده نمیتوانی. پسری تو در نزدت صحت سلامت است. میتوانی با او خوش گیری بویش را بکشی. پسری من نیست. در نزد آن آدمان مبارزه زنده ماندن را میبرد. شاید مرده باشد. فهمیدی؟ و من سرسته نخور. ایستو سوزان. وای رو تنها نمیمونم. قادر به شما امانت. چیکار میکنیم پدر؟ دادرم رو چخل میابیم؟ برای آنکه دادر بگویی باید همین بلاها را اثر میگذراندیم. من به پلیس خبر دادم. انشالله میابیم. خواطر نشو. شما به خانه روید. فاضل او را به خانه ببر. چخل خانه پدر؟ در این احوال در خانه چیکار میکنیم؟ یگان کس باید در خانه بودگان را محافظت کنه. چیچک و حسرت در خانه هم. فهمیدی؟ اگر خواهی که به من یاری دهی به خانه رو. سوزان ایستو انتظار شو. آخر ایستو کجا میروی؟ با پلیس میروم. دیگر چیکار کنم؟ ایستو من هم میآیم. نمیخواهم. فهمو اما من میآیم. تو رو تنها نمیگذارم. مرا دیوانه نکن. گوش کن. چقدر خواهی داد و فغان کن. لیکن تو یافتن مرد در برات میشود. فهمیدی؟ پس از پیدا شدن مرد باز جنگ و جنجال میکنی. باز داد و فغان میکنی. لیکن تو آن دم تو رو تنها نمیگذارم. به من نگاه کن. مردنت را دانستن علم آور است یا قادر را از تو بسیارتر دوست داشتنی پدرت؟ از من خفه نشو پسر. از پدرت خفه شو. من به وی امکان دادم. امکانی که آنها به عائله من نداده بودند. اینقدر مشکلی دارم باز با تو مشغول شوم. بسیار گپ نزن. تو رو تنها نمیگذارم. با پلیس میروم. کمال خود با پلیس یک جای عمل کرده ایستاده است. دیدم فایده های جناب کمال را. خوب با پلیس میرویم. همش رو نقل کن. من در نزد تو میستم. تو نمیفهمی. آوازت را شنیدن نمیخواهم. تو را دیدن نمیخواهم. دفع شو از نظرم. داد نزن. اگر کار به داد زنی باشد من از تو کمی ندارم. این را فراموش نکن. چی کار میکنی؟ تو چی کار میکنی؟ تو چی کار کردن میخوایی؟ در برات هستم تنها نیستی. خواطر هستم. چرا درویگی میکنی؟ با فکرت باور میکنم. میدونی که در اصل تو حق هستی. تو کوشش کردی که پسری مرا هنگام جراحی بکشی. اما من باشم به تو رحم کردم. همین خیل نیست؟ تو خیلی حق هستی. اما من احمقم. با من خود رو فرشته نشان مده. باور نمیکنم. تو حیاتم رو از دستم گرفتی. عائله‌ام رو پریشان کردی. شوهرم رو گرفتی. غرور زنیم رو زیر پای کردی. با فکرت همه این رو من فراموش میکنم؟ برای پسرت خواطر هستم. چقدر نقص. من هم همش رو فراموش کردم. باور کردم. چقدر زنی غمخوار و عالی هستی باید بگویم. آیا نمیفهمی که خلاص شدن قادر پر تصادف است؟ احتمال خلاص شدن مرد هم وجود داشت. اگر مرد رها میافت من میدونستم که دنیا برایم به بلا مبدل میافت. از این سبب من در بر تو هستم. مگر این رو درک نمیکنی؟ چرا مرد؟ گوش کن. مرد خلاص می شود. این رو از صمیم قلب می گویم. پسرت خلاص می شود.